سلام رفیق. اگه میخوای ذهن خودت رو قفل ضد سرقت بزنی، 3 تکنیک از کنترل ذهن نامحسوس رو باید بشناسی. اینا تو کتاب روانشناسی تاریک خیلی دقیق توضیح داده شده، ولی من امروز نسخه ساده و دوستانش رو برات میگم. 1. الغای واقعیت ساختگی. طرف یه چیزی رو اونقدر با اعتماد به نفس میگه که مغزت میگه خب شاید راست میگه دیگه. این تکنیک باعث میشه از فکر خودت فاصله بگیری. 2. کنترل از طریق سوالهای نامرئی. ببین، بعضی سوالا ظاهرشون خیلی معمولیه، ولی جهت ذهنی مشخص دارن. مثلا، تو همیشه اینجوری حساسی؟ این یعنی تو رو در چارچوبی قرار بده که خودش میخواد. 3. تغییر تدریجی احساسات. طرف یه کارایی رو خیلی آهسته و مرحله به مرحله انجام میده تا احساس طبیعی تو رو کم کم تغییر بده. این همون چیزیه که تو کتاب بهش تنظیم احساسی تدریجی گفته شده. اینا تکنیکایی هستن که تو محیط کار، روابط، حتی فضای مجازی ممکنه ببینی. کل هدف این ویدیو اینه که ذهنت دست خودت باشه، نه دیگران. اگه تکنیکای بیشتری خواستی تو کامنت بگو برات قسمت دومم بسازم.